با سلام به یک فیلم یک زندگی خوش اومدید. دو سه روزه که فیلم جدید آقای پل توماس اندرسون منتشر شده برای ما مخاطب ایرانی و همه دچار آتش شدن برای تماشای این اثر. ما قصد داشتیم دوستان، من این ابتدا خدمتتون عرض کنم، یعنی وقتی دارید این ویدیو رو میبینید شب قبلش ما در باب فیلم جدید آقای پل توماس اندرسون صحبت کردیم و الان سفر سگانمون رو آغاز میکنیم. قصد داشتیم قبل از این فیلم 3 شب وارد دنیاهای گذشته در موج اول پرداخت با آثار آقای اندرسون بشیم، اما دیدیم که آتش دوستان و مخاطبان سینما خیلی زیاده. تصمیم گرفتیم فیلم جدیدشون رو در شب ابتدایی و 3 فیلم بعدی رو در 3 شب بعدی بهشون بپردازیم. در گام اول ما وارد پانچ درانک لاو میشیم، عشق پریشان. بین انتخاب هایی که من داشتم برای تماشا و ارتباط مؤلفه های سینمایی آقای اندرسون در این آثار و آثار جدیدش تصمیم گرفتم 2 تا اثر در دهه 2000 و 1 اثر هم در ابتدای دهه 2010 رو انتخاب کنم. آثار 3 تا اثر دهه 1990 ایشون رو توی موج بعدی و آثار بعدی ایشون در دهه 2010 رو هم در یک موج دیگه بهشون خواهیم پرداخت. پس تو گام اول وارد ساده ترین و در عین حال سخت ترین عاشقانه آقای اندرسون میشیم. عشق پریشان. شما ابتدای روایت رو نگاه کنید، انگار درون خواب سحرگاهی کاراکتر بری قرار دارید. یه مرد کت و شلوار آبی پوش در یک گاراژگونه‌ای پشت یک میز نشسته، داره کار بازاریابی انجام میده، برای قهوه خوردن میاد بیرون با یک ترسینا کنید. شخصیت پردازی گام به گام آقای اندرسون رو شما مشاهده کنید با یه نگاه خاصی. اصلا تک به تک این نگاه ها، گام برداشتن ها، مردد بودن های بری، اینها روی تن و کالبد بازی آقای آدام سندلر میشینه. هر چقدر که روایت پلان به پلان جلوتر میره، شما به هوش و ذکاوت آقای اندرسون در انتخاب بازیگرانش ایمان میارید. فکر کنید آدام سندلری که تا قبل از این اثر انبوهی از آثار میانه رو بازی کرده بود، هوار زدن ها، نمیدونم قلوف کردن ها و انواع و اقسام کاراکترهایی که در کمدی های میانه ارائه داده بود و همه تعجب میکردن آخه پل توماس اندرسون و آدام سندلر. پل توماس اندرسون 38 ساله‌ای که قرار پانچ درانک لاو رو بسازه. حالا این آدم 38 ساله 3 تا اثر بلند دیگه که یکیشون 3 ساعت و اندی بوده رو در دهه 1990 روی پرده برده. پس با یک کارگردان جسور مواجه هستیم. حالا لحظه به لحظه، پلان به پلان که جلوتر میره، شما احساس میکنید که این کارگردان نشسته تمام اکت ها، کنش ها و واکنش های آقای آدام سندلر رو در تمام این کمدی ها مشاهده کرده و گفته این به درد من میخوره. من نیاز ندارم کسی این اکت ها رو از طریق متد اکتینگ بیاد و ارائه بده، من میخوام اینها نشسته باشه از قبل. و میبینید که گلچین کرده اکت های گذشته آقای آدام سندلر رو و پیش میره. همونطوری که عرض کردم توی یه سحرگاه قبل از طلوع خورشید با یه حالت تردیدی اون بیرون کوچه رو مثل یه شهرک صنعتی طور میمونه، میره و گام بر میداره تا ببینیم این بیرون آدما زدن بیرون یا نه. چراغا تازه دارن خاموش میشن، نور خورشید تازه داره بر پهنه آسمان میدرخشه و من میگم خواب و کابوس دم صبحه. یه ماشین میاد لاستیکش میتره که تق 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 جلوی اون به یک گوشه میره.
دوربین هیچ توجهی به اون نمیکنه. یه ماشین استیشن دیگه میاد جلوی این، یه هارمونیوم که این تا میانه روایت بهش میگه پیانو، جلوی کوچه اینا قرارش میده و میره. من این المان هایی که دارم میبینم، این عناصر داستانی که کارگردان در ابتدای روایت اضافه کرده رو دارم میبینم، احساس میکنم که واقعا آقای اندرسون داره به من میقبولونه که تو داری توی خواب این آدم گام برمیداری و قرار نیست بیدار بشی از این خواب. و صبح میشه. I don't like myself sometimes. Can you help me? در همون ابتدا کاراکتر مقابل این، یعنی به محض اینکه آفتاب طلوع میکنه قبل از اینکه همکارانش بیان، کاراکتر لینا با عجله میاد ماشینش رو اونجا پارک میکنه، سویچش رو میده به این، میگه ماشینم خراب شده، اگه دوستاد اینجا تعمیرکاری چیزی دارید من دم ظهر یا فردا میام ماشینم رو تحویل میگیرم. این گام برمیداره رو به عقب، زبونش قفل میکنه. از همون ابتدا تا این مواجهه آقای اندرسون داره اضطراب اجتماعی این کاراکتر رو برای ما تصویر سازی میکنه. به همین راحتی در یک اثر 90 دقیقه‌ای، کارگردانی که توی آثار دهه 1990ش عملاً بین 2.5 ساعت تا 3.5 ساعت داشت کار میکرد و یکیشون باز هم 90 دقیقه‌ای بود در ابتدای دهه 1990. بعدش توی بوگی نایتس و مگنولیا عملا شما رو با روایت‌های بالای 2 ساعت مواجه میکنه. حالا دوباره برمیگرده توی یک اثر 90 دقیقه‌ای. حالا توی همین اثر 90 دقیقه‌ای، اثری که کاراکتر اصلیش آدام سندلره، حالا چجوری میخوای این عصیان قلف شدگی سینمای میانه درون این بازیگر رو افسار بندازی دور گردنش، دور اون کاراکترسازی درونی یک بازیگر سینمای میانه و بیاریش درون روایت خودت. و این کارو میکنه، داستان رو خلوت میکنه. شما صدای بوق ماشینا رو میبینید در ادامه روایت، آدمها همه هاشون رو از دور میبینید، اما کارگردان کاراکتر اصلی خودش رو در یک دالانی قرار داده که این دالان انتخابیه، دالانیه که نیاز نداره به اینکه کسی توی اینجا توی این شلوغی مزاحم این بشه. کار خونه کار، زنگ زدن، همدم پیدا کردن. نکنید ما لحظه‌ای داریم وارد زندگی این آدم میشیم که 7 تا خواهر داره، مدام به این زنگ میزنن، مدام میگن بیا خونه ما و در همون لحظه میگن که ما یک نفر رو برات انتخاب کردیم، باید بری باهاش آشنا بشی. و ما میبینیم این کاراکتر و خواهرانش یک سد سنگینی بینشون ایجاد شده. اون هم آدم‌هایی که محرک این اضطراب اجتماعی بودن، خواهرانی که این رو بولی میکردن، خواهرانی که علیه این قلدری میکردن. توی شوخیایی که تو خونه یکی از این خواهران هست و هی دائم در مورد گذشته دارن صحبت میکنن، این آدم آزار میبینه و این اضطراب اجتماعی رو از طریق یک خشم ناگهانی خالی میکنه و خودش هم میدونه. گاهی اوقات وقتی که اعتراف میکنه میگه آقا من نمیدونم چرا گاهی اوقات از خودم بدم میاد. اعتماد به نفس روابط اجتماعی خودش رو از دست داده. Hi, this is Georgia. This is Barry Egan. So what do you do, Barry? I have my own business. و این ترس و احتیاط از طریق بی احتیاطی این آدم دستخوش تغییر میشه و کارگردان روی این بازی میکنه. همون تلفنی که میزنه، یه شب میاد خونه از مهمونی که خواهرها براش ترتیب داده بودن، قرار بوده یک دختر یک زن جوان در برابرش قرار بگیره، اینها با همدیگه آشنا بشن. این زن جوان نیومده، توی ذهنش دائم به دنبال همدم میگرده و یک برانگیختگی عاطفی، فقدان عاطفی و در نهایت در زیر اینها اگه بخوایم فرویدی نگاه کنیم یک برانگیختگی جنسی در این ایجاد میشه. زنگ میزنه به یکی از این شرکت های تلفنی. ما توی سال 2002 هستیم دوستان. اون موقع
اینها قرار نبوده که لایف چت داشته باشن، از طریق سایت های مختلف به شرکت های خاصی بودن، دختران خاصی رو معرفی میکردن، اینها سکس فون با هم دیگه داشتن و یک نفر رو براش انتخاب میکنن، اینها با هم دیگه صحبت میکنن. و دومین جایی که ما احساس میکنیم کاراکتر بری همچنان قرار نیست مورد اعتماد باشه، ما رو در کابوس رویاهاش داره میچرخونه، اون شاتیه که برش میخوره. وقتی که اینها دارن صحبت میکنن، اون میگه من شلوارمو در آوردم، تو شلوار تو چرا در نمیاری؟ میگه من اصلا برای سکس فون زنگ نزدم، میخواستم با یکی صحبت کنم. و در حین این صحبت ها ما میبینیم این برش ایجاد میشه و کم کم یه المان دیگه‌ای وارد روایت میشه، یه المان رویاگونه‌ای، تلفیق رنگ ها، یک ویژوال آرتی از آقای جرمی بلیک. و در طول روایت ما این پاساژ های نوری و پالت های رنگی رو داریم، از میزانسن گرفته تا لباس کاراکترها و در نهایت انتخاب رنگ هایی که آقای جرمی بلیک داشته و آقای اندرسون اینها رو انتخاب کرده و به عنوان پاساژ در میانه های روایت خودش به عنوان مفصل قرار داده و هر کدوم توضیح دهنده حالت قبلی و حالات بعدی این آدم هستن. کاراکتر بری وقتی که میخواد عشق خودش رو عیان کنه، وقتی که احساس امنیت میکنه پالت رنگی گرم میشه، وقتی که دچار انزوا میشه، دچار ترس میشه، پالت رنگی سرد میشه. و این تغییر مدام از طریق این بازی های آقای جرمی بلیک و آقای اندرسون در اتاق تدوین مقابل چشم ما قرار میگیره. روایت جوندار دوستان، کارگردان نرفته دنبال کلیشه هایی که بله اینها در یک جای همدیگر رو میبینن، با همدیگه آشنا میشن، در میانه های روایت یکی از اینها نسبت به اون یکی بددل میشه یا یکی نسبت به اون یکی دچار عدم اعتماد میشه، این در پرده سوم یا منجر به جدایی اینها برای همیشه میشه و در نهایت بعد از سالها دوباره در برابر همدیگه قرار میگیرن، مثل لالالند آقای دمیان شازل، یا اینکه مثل خیلی از داستانها سر یک اتفاقی دوباره در مسیر همدیگه قرار میگیرن و برای همیشه به عنوان پارتنر یا همسر همدیگه زندگی رو ادامه میدن. اما تو اینجا از این خبرها نیست. اما شما با یک آدم تنها مواجه هستید. آقای اندرسون اونقدری این آدم رو قراره برای من و شما بولد کنه، اونقدری به این آدم اهمیت میده، انگار که واقعا بری رو آورده توی سناریوی خودش و داره بهش مشاوره میده. I saw your picture and I really wanted to meet you. What are you lying? No, I didn't want to get too far along on going out and be hiding something. شما احساس نمی کنید آقای اندرسون این اتفاقات رو سر راه این آدم قرار داده؟ نه، اما انگار توی اتاق مشاوره است، وقتی که برش میخوره توی اون چند ساعتی که ما در کنار اینها حضور نداریم، آقای اندرسون انگار بری رو میکشه یک گوشه ذهنش و بهش میگه که بری اگر این تصمیم رو بگیری بد نیستا، یعنی اگه بلیت میامی رو بگیری بری لینا رو ببینی بد نیست. و توی برش بعدی میبینید به یک باره این توی ذهنش شکوفه میزنه، یعنی اون اضطراب اجتماعی، اون افسردگی نهانی خودش رو فراموش میکنه و دلو به دریا میزنه. برای اولین بار سوار هواپیما میشه، میره به میامی، لینا رو میبینه، بهشون خوش میگذره. موسیقی متنم به گونه‌ایه که شما هیچگاه اعتماد نمیکنید، احساس میکنید دائم این آدم هر روز صبح باز هم بلند میشه میاد سر کارش و در نهایت شبها داره این رویا کابوس رو میبینه. شاید لینای هیچ وقت وجود نداره و شما رو روی مرز بین این رئالیسم و سورئالیسم نگه میداره. Hawaii. I was thinking about going there. Really? I'm gonna start a collection of puddings and coupons that can be redeemed for frequent flyer miles. That's insane. از یک منظر نگاه میکنید، احساس میکنید همون ابتدای روایت شما هیچگاه از این خواب بیرون نیومدید، یعنی بری رو ندیدید. اما گاهی اوقات میبینید که این آدم با آغوش باز یک زن، یعنی لینا، شما وقتی کاراکتر لینا رو میبینید، اگه بخواید از منظر رئالیسم به قضیه نگاه کنید، یه رئالیسم رومانتیسیسم خاص
پل توماس اندرسونی که اگر داستانهاش رو ببینید، این خلوت ترین داستان آقای پل توماس اندرسونه. در همه داستانهای شلوغش هم ببینید یه جایی این رئالیسم، رمانتیسیسم خودش رو نشون میده به شما و اینجا عیان و عریانه. یعنی روابط بین بری و بین لینا، چه تو اون ضد نورهای فوردی که در برابر من و شما قرار میده، خیلی فانتزی طور، خیلی میانه طور میاره میچپونتش توی اثر خودش بدون اینکه ارزش اثر رو بیاره پایین و ادامه میده. نکنید ما در مورد پل توماس اندرسونی داریم صحبت میکنیم که خیلی راحت انگار توی روابط بین‌فردی آدم‌ها تحقیق میکنه، انگار یک جامعه آماری رو میگیره. برای دیالوگ نویسی ها انگار وسواس بیش از حدی داره. من دارم میگم تازه این اثر یکی از خلوت‌ترین آثارشه. شما آثار اپیکتور ایشون رو وقتی میبینید که من حالا بهشون اپیک نمیگم، حالا از منظر هالیوودیا یک اثر پرهزینه با بازیگران بسیار زیاد لایه لایه، بازیگران ستاره‌ای که در لایه لایه های مختلف روایت وجود دارن و خرج روی دست کمپانی گذاشتن و در نهایت محیط های رئال، محیط های بازی که حالا توی شبهای بعدی در موردشون صحبت میکنیم و ترانزیشن هایی که ایجاد میشه بین مکان های مختلف. اما توی این اثر شما از یه سوله مانندی به یک اتاق هتل، به یک اتاق آپارتمان و چند تا خیابون خلوت کلاً در رفت و آمد هستید و کارگردان در میانه های روایت حتی زاویه دید رو هم از بری میگیره. اینجاست که برخی از مخاطبان نگاه میکنن میگن آقا ما عملاً توی داستان قرار داریم. آقای اندرسون واقعا بری رو داره به لینا میرسونه، بری رو داره در برابر لینا دچار ذوب شدن اون یخهای اضطراب اجتماعی میکنه و این رو پله پله و هوشمندانه میبره جلو. و پرده سوم روایت و گم شدنهای بری، وقتی که لینا بهش میگه توی اولین برخوردشون، میگه نمیدونم الان کجایی، ولی وقتی که زنگ میزنه به نگهبانی پایین بهش میگه که خانم لینا باهاتون کار داره، این داره میره توی گاراژ، شماره آپارتمان این رو فراموش کرده، میدونه توی طبقه 2 توی یکی از واحدها هست اما نمیدونه کجاست. وقتی تو اون راهروهای آپارتمان داره به این سو اون سو میره و ما با برش‌های مختلف که موقعیت کمدی رو در برابر خودمون میبینیم، اون نشانه‌های خروج، اگزیت هایی که وجود داره، انگار احساس میکنید این تیکه از فیلم اندرسون به یاد سریال سیورنس و سردرگمی‌های کاراکترها، سریال جداسازی در راهروهای مختلف اون محل کارشون میشیم و احساس میکنیم که قشنگ تحت تاثیر این فضا قرار داره. اون رنگ سفید، این عجله کردن ها، این دویدن ها، حتی گاهی اوقات موسیقی متنی که روی این رفت و برگشت ها وجود داره. و آقای اندرسون در سال 2002 این گونه عاشقانه خودش رو مقابل چشم من و شما قرار میده. به خاطر همینه که ما به این اثر 3.5 از 4 دادیم. اثری ساده، در عین حال پیچیده، سخت، طاقت فرسا، اما راحت الحلقوم. نمیخندید توی اثر. گاهی اوقات اونقدر موسیقی و تصاویر و کنش‌ها و واکنش کاراکترها ابزورده که شما خندتون نمیاد، میگید چقدر مسخره است، چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ بیشتر شما رو وادار میکنه که ناخون خودتون رو بجوید، بگید که آخه چرا این کارو کردی؟ نکنید این چرا این کار رو کردی تبدیل میشه به خوره ذهنی کاراکتر بری. پل توماس اندرسون یه پل انتزاعی بین ذهن من و شما مخاطب و کاراکتر بری ایجاد کنه. به خاطر همینه که وقتی که اون تلفن لعنتی رو میزنه به اون شرکت کلاهبرداری و گوشی رو میذاره زمین، شما میگید نکنه این اتفاق بیفته. یه دفعه میبینید بری هم میگه نکنه این اتفاق بیفته. شما میگید بهتره این کارو بکنه، بری هم میگه بهتره این کار رو انجام بدم. یعنی پا به پای هم دیگه. آقای اندرسون هم من، هم شمای مخاطب و هم کاراکتر بری رو دنبال خودش میکشونه. این یعنی ذکاوت فیلمسازی. شب گذشته که با ایشون بودیم، شبهای بعدی هم با ایشون خواهیم بود.
حتما نظرهای ارزشمند خودتون رو توی بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. وقت همگیتون بخیر.